این سحر یک زن برای من تلفن کرد، دختری جوان است، آنقدر گریه میکند، سوالش میپرسم، سوالش دادن نمیتونه، فقط گریه دارد. بعدا خیلی که من مانده شدم، زیرا من با درس خود مشغول بودم، گفتم تلفن تا خاموش میکنم. بعدا گفتن که الحال همین سحر من با مادر خود جنجال شدم و وای بر من دعا کرد که خدا از عمرت برکت نیابی. دوستان عزیز، همین دعای مادر آنقدر مرا در تشویش گذاشته است که همین جهان برای من تاریک شده. من با دلم گفتم باور کن، خوش به حال خواهر عزیز که این دعای بدی مادر که تو را در تشویش افتاده باشد، تو خواهری با ایمان هستی، تو دادر ایماندار هستی که دعای پدر و مادر بدش تو را ناراحت میکنه. برای همین دادرای عزیز، مبادا یکی از زبان پدر و مادرتان نبرایت که خدا در عمرتان برکت نیابد. که دادر عزیز، سه دعا در پیش پروردگار به شک قبول است. یکی دعای آدم مسافر، یکی دعای آدمی که مظلوم است، بیچاره است، بی صاحب است، دیگر دعای پدر و مادر. بیشک پیش پروردگار ده دیگر قابل قبول است، از عمرت برکت نمیابی. یکی مبادای تکیه به 5 وقت نماز نکنی، تکیه به نماز جمعه و تکیه به داملاگی و شیخی و دیگر نکنی که دعای مادر تو را در دنیا و در قیامت البته به البته از همه آن چیزی که خدا برای تو میدهد تو را مانع میگرداند. بسیار دادرای عزیز، تاکید میکنم سخن خدا و پیغمبر است، تاکیدی به تاکید است. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. الله از بالای 7 آسمان تاکید دارد، مبادا یکی کلمه اوف در راست پدر و مادرت نگویی. یکی اگر کار وزنینت آمد، یکی اگر خدمت وزنینت آمد و اوف گفتی، کل عبادتت حبطه و بیکاره شد. الله بیان دارد ولا تنهرهما. یکی پدر و مادر تا خیال دوگانه و جورت نکنی، یکی پدر و مادر تا خیالی رفیقت نکنی، خیالی رئیس و خیالی همسایت نکنی و بالای وی سیاست کنی که الله گفت 70 ساله عبادت داشته باشی، همگیش بیکاره میکنم. برای یک پدر و مادر ناراحت کردن، زیرا اینا از جمله کیا بودند؟ و قل لهما قولا کریما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سوره حجرات چی زیبا بیان میکنه. الله میگوید وقتی که با او سخن میگویید، همچنان سخن میگویی گویا که تو یک مرد قرضدار هستی، تو یک غلامی زیر دست وی هستی. حتی سر تا بالا نکن وقتی صحبت الله میگوید. ببین، تعظیم کن در پیش پدر و مادر، دعا کن و قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خدایا دعا میکنم که این پدر و مادر از سایبان سر من نگه دار، سلامتی اونها را خدایا روز به روز بهبود کن، چنانه که در خوردی در حق من دعا میکردن. ببین پروردگار میگوید یکی مبادای باز و دعای خود ننازی که من در حق پدر و مادرم دعا میکنم، زیرا پدر و مادر بود که تو را در خوردی در حق تو دعا کرده بودند. ما با دعای پدر و مادر تو را به وایه رسانیدیم، تو را صاحب خانه کردیم، صاحب فرزند کردیم. این از حق فرزند.